به کانال تاریخچه فوتبال خوش اومدید. لیونل آندرس مسی متولد سال 1987 در روزاریو آرژانتینه. مسی فرزند سوم یک خانواده 4 فرزندیه. پدر او کارکن یک کارخانه فولادسازی و از ریشه ایتالیا و اسپانیاییه و مادر او یک نظافتچی از ریشه ایتالیایی بود. خانواده مسی علاقه بسیار شدیدی به فوتبال داشتند که باعث عشق شدید مسی و برادرانش به فوتبال شد. او از کودکی با برادرانش و بچه‌های دیگه فوتبال بازی می‌کرد. این ستاره فوتبال در کودکی از تمام همسن و سالانش جثه کوچکتری داشت، ولی از این موضوع هیچ ترسی نداشت و با تمام پسرای گنده تر از خودش فوتبال بازی می‌کرد. چندی بعد در سن 11 سالگی دکترها تشخیص دادند که دچار کمبود هورمون رشد می باشد و هزینه درمان این بیماری نزدیک به $1000 در ماه بود. باشگاه فوتبال جوانان بارسلونا که از استعداد مسی باخبر بود، پیشنهاد پرداخت تمام هزینه‌های درمان وی را تقبل کرد و لیوی کوچک و خانواده‌اش به اسپانیا تغییر مکان دادند. در سالهای 2003 تا 2005 مسی با بازی منحصر به فرد خود پله‌های ترقی را یک به یک طی کرد. او با نشان دادن استعداد خود از بارسای سی به بارسای بی انتقال یافت. در سال 2005 او به یکی از بازیکن‌های اصلی تیم در آمد. از آنجایی که با هموطن خود مارادونای افسانه‌ای مقایسه می‌شد، مسی توانست ثابت کند که این مقایسه بیهوده و عبث نبوده، به طوری که گلی که مقابل خطافه به ثمر رساند شباهت عجیبی به گل معروف مارادونا داشت. با پا به سن گذاشتن رونالدینیو، مسی به عنوان ستاره تیم بارسلونا تبدیل شد و پیراهن شماره 10 رونالدینیو را به ارث برد. مسی هر سال را با موفقیت‌های بیشتری پشت سر می‌گذاشت. سال 2012 برای او پر از رکوردهای افسانه‌ای به شمار میاد، به طوری که با زدن 91 گل در سال 2012 رکورد 85 گلی که گرت مولر در سال 1972 به ثمر رسانده بود پیشی بگیره و رکورد رو به نام خودش ثبت کنه. در نهایت با زدن 672 گل برای بارسلونا در سال 2021 با قراردادی 2 ساله به پاریس سن ژرمن پیوست که سالانه 35 میلیون یورو به مسی پرداخت میشد. او در 2 فصل حضور خود در پاریس 2 بار قهرمان لیگ 1 شد و 32 گل به ثمر رساند. همچنین مسی قهرمانی در کوپ آمریکا 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 را در رده ملی دارد. مسی با داشتن 6 کفش طلا و 7 توپ طلا نیز در این زمینه رکورددار است. سرانجام در سال 2023 که قرارداد مسی با پاریس تموم شد، مسی پیشنهاد 600 میلیون دلاری الهلال عربستان را رد کرد و به تیم اینتر میامی در ایالات متحده آمریکا که مالک آن دیوید بکام هست پیوست. دستمزد مسی با اینتر میامی به طور رسمی اعلام نشده و گزارش‌ها حاکی از آنه که مبلغ هنگفتی را دریافت می‌کند که بیشترین رقم در تاریخ لیگ آمریکاست. دستمزد مسی در تیم جدیدش 50 میلیون دلار تخمین زده می شود که علاوه بر آن مسی درصدی از سود اپل و آدیداس و به همراه مالکیت درصدی از سهام باشگاه را در پایان قرارداد خود دارد. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید از همه شما تشکر می کنم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید.